بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه نجوم الهدى الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته ووزراء دولته وأوصياؤه في أمته رضي الله عنهم ورضوا عنه إرغاما لمن سب وشتم ورفض. اللهم عليك بالرافضة السبابين الشتامين لأصحاب نبيك والمغالين لبعض أهل بيت نبيك. شتت شملهم، مزق جمعهم، أزل دولهم، واجعلهم أحاديث، ومزقهم شر تمزيق، وأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم يا كافي كل شيء ولا يكفي عنه شيء، اكفنا ما يهمنا من هموم الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدیر و بالإجابة جدیر. با حمد و سپاس و ستایش بی حد بر خداوند متعال، تنها خالق و تنها مالک، تنها مدیر و تنها مدبر، تنها کارساز و تنها کارسوز، تنها زنده کننده و تنها میراننده. کارها همه تنها در دست اوست. مشکل گشا فقط اوست. معبود فقط اوست. برای چنین دعوت روشن و واضحی، برای چنین توحیدی، پیغمبران فرستاده که درود خداوند بر همه آن پیامبران راستین از آدم تا خاتم، به خصوص به سرورشان و پرچمدارشان جناب محمد مصطفی علیه السلام و علی آله و صحبه الکرام. درود خدا بر او باد که با تحمل رنج‌های فراوان گنج آسمانی توحید و خداشناسی را به ما آموخت. و درود خداوند بر نسب پاکش، بر عطرت طاهرش، بر اصحاب گرانقدرش که به کتابش چنگ زدند، به پیامش ایمان آوردند و چنان در این راه مال و جان خود را فدا کردند که خداوند از عرش اعلای خود در تأییدشون، در تمجیدشون آیه فرستاد و از همه مؤمنان خواست که به نیکویی از اونها پیروی کنند. و کسانی که امروز از اونها سب و شتم میکنند بدون شک پیرو نه اهل بیتند و نه قرآن، جز اسمی از اسلام و تشیع و چیزی ندارند. و با عرض سلام و ادب شما بینندگان ارجمند در سراسر گیتی از مؤمنان و صالحان و حقجویان و منصفان، از خداوند متعال تقاضا دارم که در این اوقاتی را که مشرف به خدمتون هستم، در این شب مبارک جمعه، که خداوند به همه شما توفیق دهد که فرض عین خود را که همان نماز جمعه باشد، اگرچه رافضیان مدعی تشیع هنوز اون را فرض عین نمیدونند، نماز عبادی سیاسی میدونند، به خاطر اون بت موهومی که غایبش کرده‌اند، همه احکام اسلام رو به هم زده‌اند. خداوند توفیق ادای این فرض عین و بقیه آداب جمعه را به ما و شما عطا نماید. از خداوند متعال تقاضا دارم که در این اوقات را که مشرف خدمتون هستم، آنچه را که برای اصلاح قلوب و افکار و رفتار و گفتار و کردار و خانواده و جامعه
و اصلاح دنیا و آخرت من شما مفید است، خداوند به لطف و مرحمت خودش آن را بر قلب و فکر و زبان بنده جاری نماید. و شما سروران ارجمند را و شما برادران و خواهران محترم را و شما فرزندان عزیز را از کسانی قرار بدهد که سخن را به خوبی میشنوند و بهترینش را برمیگزینند. بهترین سخن سخن خداوند است و بهترین رهنمود نبوی. در شرح سخن خداوند به فضل و منتش رسیدیم به آیه 48 از سوره مبارکه ابراهیم علیه ولا نبینا الصلاة والسلام. تلاوتش را بشنویم، بعد زون ترجمه شعری و تفسیرش را. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. بیاید که روزگار کین سرزمین مبدل بگردد به دیگر زمین، بیابند خود آسمان ها حضور به درگاه ایزد ز نزدیک و دور. اینجا اشتباه معنی کرده. آسمان و زمین همه تغییر خواهند کرد، این زمین و آسمان نخواهند بود. ببینید در آن روز این مجرمان، این ولایت تراشان، این امام تراشان، این غالیان، این مشرکان، این سینه زنان، این زنجیر زنان، این ظالمان، این ستمگران، این شکنجه کنان، ببینید در آن روز این مجرمان به زنجیر قهرند در آن مکان. خود از آتشین بسی پیرهن، ببینی نمایند آنان به تن. در آتش نهفته است خود رویشان، نظر چون نمایی تو بر سویشان. اینجا چهره از قیامت را خداوند متعال برای من شما ترسیم میکنه و حالت مجرمان را. در اون روز مجرمان رو میبینید، روزی که زمین عوض شده غیر از این زمینه، یعنی روز قیامت، روز جزا، روز پاداش، روز دینونت. یا متبدل الارض غیر الارض، نه کوهی هست همه پودر شده، نه دریایی هست بخار شده، نه حیوانات و وحشیایی هست که همه حاضر شدن، و نه آسمانی هست خورشید و همه از بین رفته، نه ستاره‌ای. و اینجا در وصف روز قیامت که همه سنت ها و قوانین زمینی از کار افتاده. زمین از گردش خودش بر گرد خویش بر گردش خورشید، کوه از بین رفتن. یسألونک عن الجبال قل ینسفها ربی نسفا. از کوه ها سوال میکنن، بگو خداوند همه اینا رو پودر میکنه، از بین میبره. تکور الشمس، خورشید از بین میره، مهتاب همچنین، ستاره ها همچنین، هیچ چیز جز ذات الهی باقی نمیمونه. و برزوا لله الواحد القهار، اینجاست که انسان بر حقیقتش پیش خداوند ظاهر میشه. خداوند همه بندگانش را با مرگ در زیر قهر و عظمت خودش در آورده. هر چقدر انسان در این دنیا فرعون باشه، چنگیز باشه، خمینی باشه، خامنه‌ای باشه، بشار باشه، مست باشه، بالاخره باید بمیره. و برزوا لله الواحد القهار، اینجا یکی از معانی برزو اینه که بر حقیقتشون اونچه که هستن پیش خداوند ظاهر میشن. در دنیا این قدرت انسان داره، خداوند بهش داده
که چیزهایی رو پنهان کنه، چیزهایی رو ظاهر کنه. ممکنه عمل زشتش رو پنهان کنه، عمل خوبش رو ظاهر کنه. این در دنیاست. اما در آخرت انسان بر حقیقت اصلی خودش ظاهر میشه. ولذا اینجا خداوند انسانو از چنین روزی میترسانه. بعضی که ادعاهاشون رو ترسیم کرد که حسابشون رو به اونجا میرسه. بعضی که گفتند که ما رو به دنیا بازگردان که عمل صالح انجام بدیم، دعوت انبیا رو بپذیریم، امام تراشی و امام بازی رو بذاریم کنار. اینجا خداوند توضیح میده که این کائناتی را که خداوند درست کرده و موقتش کرده، این کائنات که آماده شده، آدم و فرزندانش به عنوان مهمان اینجا خوانده شدن. همه این کائنات رو در خدمت آدم و ذریه‌اش گذاشته. در این جهان انسان با اسبابی که خداوند در اختیارش گذاشته زندگی میکنه و این اسباب، این قوانین در این جهان پهناور منتشره. هر مخلوقی، چه مؤمن چه کافر، به این اسباب چنگ بزنه موفق میشه در دنیا. من کان یرید حرث الاخره نزد له فی حرثه و من کان یرید حرث الدنیا نؤتیه منها و ما له فی الاخره من نصیب. همچون در سوره شورا آیه 20. هر کسی کشتزار آخرت رو بخواد، ما اون کشتزار رو بهش میدیم. کسی کشتزار دنیا رو بخواد، اینجا بهش میدیم، لیکن در آخرت نصیبی نداره. کشتزار آخرت با ایمانه. حکمت خداوند بر این تعلق گرفته که در این دنیا هر کسی که به اسباب، به قوانین که مثابه دستهای خداوند در این هستی هستند چنگ بزنه پیروز میشه. اما در آخرت نه. در آخرت همه من شما زندگیمون با اسباب نیست، با خود مسببه. به مجرد اینکه چیزی در خاطرت بگذره نیازی نیست که کشتار بکنی. مجرد اینکه چیزی در خاطرت بگذره در مقابلت ظاهر میشه، حاضر میشه. ولذا زمین اونجا نیازی نیست که خداوند قوت زندگی من شما رو در زمین قرار بده، کوها قرار بده، همچنان در دنیا هست، آب از آسمان بیاره. ولذا زمین غیر از زمینه، آسمان غیر از این آسمانه. بلکه زمینی رو که من شما میشناسیم، همچنان که اهل علم میفرمایند، این زمین اسبابه، زمین قوانینه. این آسمانی که من شما میشناسیم همچنین آسمان اسباب و قوانینه. اما در بهشت آخرت هیچ سبب و اسبابی نیست، ولذا نیازی به این زمین، این آسمان نیست. و برزوا لله الواحد القهار، یعنی اونجا جز خداوند کسی نیست. نه امامی به درد میخوره، نه مأمومی به درد میخوره، نه پیری، نه پاتاری. هرچه این روحانیت های دجال، عیسی پرست و عزیر پرست و علی پرست و قبر پرست و پیر پرست تراشیدن، هیچ کدوم اینا به درد نمیخورن. بلکه بارز شدن اینجا خارج شدنه، رو در رویه. همه با خداوند رو در روییم. مؤمن، موحد، خداپرست، ایمانی را که به خداوند در غیب داشته در این دنیا، اونجا خداشو میبینه و بهشت و دوزخ رو میبینه. همه من شما حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم شاید بدونیم که وقتی که یکی از اصحابش ازش سوال کرد که یکی از اصحاب خودش سوال کرد که امروز چگونه شب و صبح کردید؟ اون صحابی گفت که اصبحت مؤمنا بالله حقا. من امروز حقیقتا مؤمنم. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود هر حقی حقیقتی داره. حقیقت ایمانت چیه؟ اون صحابی عرض کرد که دلم از دنیا گرفته، زاهد شدم، خاک و طلای دنیا برای من مساویه. گویا که اهل بهشت رو میبینم در بهشتند با نعمتهاش و اهل آتش رو میبینم که در آتش عذاب میشن. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود عرفت فلزم، الان شناختید، این عرفان درست، خدا شناسی درست. همینی که شناختید در شنگ بزن.
حال مؤمن اینطوریه، حال موحد یکتاپرست اینطوریه، اما حالت کافر، مشرک، امام پرست، امام تراش کاملا متفاوته. برای که اونجا ظاهر میشه عیسی رو پرستیده، خبری نیست. اماما رو پرستیده، خبری نیست. علی رو پرستیده، عزیر رو پرستیده، هیچ کدوم خبری نیست. خداوند در مقابلشونه، حساب کتابشون میرسه. لله الواحد القهار. اونجا خدای دیگری نیست که بگه که به خاطر من رهاش کن. ولذا خداوند راجع به اعمال کافران و مشرکان، اعمال عیسی پرستان و بزیر پرستان و قبر پرستان و سین زنان و زنجیر زنان و امثالشون میفرماد والذین کفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده. اعمالشون مثل یک سرابی میمونه که دوره، که انسان تشنه فکر میکنه که اونجا آبه، وقتی میاد هیچ چیز رو اونجا نمیبینه، اونجا خدا رو میبینه، این غافلگیر میشه. اومده اینجا که امام رضا به دادش برسه، عیسی به دادش برسه، فلان پیر و پاتال به دادش برسه، لیکن در مقابلش خداوند واحد و قهار رو میبینه. و برزوا لله الواحد القهار و ترى المجرمین یومئذ مقرنین فی الاسفاد. مجرمان را، ظالمان را، امام تراشان را، پیغمبر پرستان را، بشر پرستان را، مخلوق پرستان را اونجا میبینید که در غل زنجیرن، دستهاشون بسته. این دو تا معنی میتونه داشته باشه. هر گناهی یک مجموعی، زانیان یک مجموعه، شرابخواران یک مجموعه، تقیه کنندگان یک مجموعه، سینه زنان یک مجموعه، رباخواران یک مجموعه، فسادکاران یک مجموعه، شکنجهگران یک مجموعه، سخنچینان یک مجموعه، جاسوسان و هاکذا، غیبت کنندگان، کسانی که اموال مردم خوردن، همه اینها دسته دسته هستند. سرابیلهم من قطران و پوست هاشونو، لباس های مسی دارن، پوست هاشونو گرد گرفته، بدترین نوع مرض برای پوست و که بدترین دوا رو براشون هست که بدبو و بدطعمه. و تغشا وجوههم النار، و آتش به چهرهاشون میرسه، قلبهاشون میرسه. شریفترین عضو انسان قلب و صورتشه، چطور که وقتی آتش اونجا برسه. عضو ظاهری انسان بهترینش صورته، عضو باطنی انسان بهترینش قلبه. مثلا خدا نکرده اگه دست انسان، پای انسان به مرضی مبتلا بشه، کلیه ممکنه برش دارید، لیکن وقتی سر انسان به مرض مبتلا شد، سر رو قطع میکنی، تمام شد. قلب همچنین. و تغشا وجوههم النار. ولذا منکر عذاب آخرت جز کافر و مشرک کسی نیست. عذاب آخرت عذاب مادیه. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. در جای دیگه میفرماید و تغشا وجوههم النار. ان الذين كفروا بآیاتنا، اونهایی که با آیات ما کفر ورزیدن یا آیات ما را دادن به یک مترسکی به نام امام زمان که قرآن مسلمان ها رو به دوزه ببره، دو سومشو، یک سومش گنده آخوند باش بازی کنه و امثالشون. سوف نصلیهم نارا، همه اینها رو با نار، با آتش کباب میکنیم. کل ما نضیت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها. هر وقت که پوستاشون پوسیده شد از آتش، پوستاشون رو عوض میکنیم. یذوق العذاب، تا عذاب بچشند، تا بدوند که نه امامی کاری هست نه غیر امامی. ان الله کان عزیزا حکیما. همانا خداوند است که حکیم و شکست ناپذیره. و ترى المجرمین یومئذ مقرنین فی الاسفاد. مجرم کسی است که در دنیا مرتکب گناه شده، شرک ورزیده، قبر پرستیده، غیر خدا رو صدا زده، غیر خدا رو خونده. اینجا مقصود از مجرم کسی است که
بالاترین گناه مرتکب شده که اون عبارت از کفر یا شرک، انکار خدا یا شریک ورزیدن به خداوند، یا و بعد از اون گناهانی کمتر از کفر و شرک. همه اینها رو خداوند دست دسته جمع میکنه و گل و زنجیر در گردنشون میذارن، هم در گردنشون هم در پاهاشون. و هر جریمه، هر جرمی در دنیا هم غالبا یه دسته خاصی دارن، با هم دیگه دوستی دارن. ورزا اونجا زناکاران بده هم دیگه میگن، رباخاران بده هم دیگه میگن، سیل زنان بده هم دیگه میگن، بر هم دیگه لعنت میکنن. و اینجا خداوند میفرماد که الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. دوستان دنیوی اونجا دشمنان هم دیگه هستن مگر اهل تقوا. و گویا هر کدوم دیگری رو عذاب میکنه، لیکن همشون در عذابن. لذا میگن که ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس. اینگو کسانی که ما رو گمراه کردن از جن و انس، شیعیان به مراجعشون میگن، یهودیان و مسیحیان و بقیه ادیان و روحانیان دجالشون میگن، از جن و انس اونا صدا میزنن کنار بده ما بدید نجعلهم تحت اقدامنا، تا اینا رو زیر لگد بگیریم، زیر پاهامو بگیریم، لیکون من الاسفلین، تا از خار شدگان بگردن. در جای دیگه میگن که ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا. ای خدایا ما از سادات و بزرگان خود پیروی میکردیم، ما از مراجع پیروی میکردیم، ما از روحانیان پیروی میکردیم، ما از آقا پیروی میکردیم، از بیت آقا پیروی میکردیم، از بزرگانمون پیروی میکردیم، از حاکمانمون پیروی میکردیم. فاضلونا السبیلا، ما رو گمراه کردن. ربنا آتهم ضعفین من العذاب. پروردگارا عذاب دوچندان بهشون بده، ولعنهم لعنا کبیرا، و لعنتهای بزرگی بر اینها بفرست. و لیکن لیجزی الله کل نفس ما کسبت. همه اینها، این لام تعلیل بهش میگن، یعنی حتما با مجازات باشه. هر بدی یک مجازاتی داره، همچون که هر نیکی یک اجری داره. لیجزی الله کل نفس ما کسبت، برای اینکه در آخرت خداوند هر نفسی را و آنچه که کسب کرده، عمل کرده، پاداش بده. ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنه از پیامبر اکرم علیه السلام نقل میکند که خداوند میفرماد ای بندگان من، انی حرمت ظلم علی نفسی و جعلته محرما فلا تظالموا. ای بندگان من ظلم بر خودم حرام کردم. خداوند که مکلف نیست، با این حال میفرماید که من ظلم بر نفس خودم حرام کردم و در میان شما حرامش قرار دادم، به هم دیگه ظلم نکنید. یا عبادی، ای بندگان من، شما شب روز اشتباه میکنید، گناه میکنید. و اغفر الذنوب جمیعا، من همه گناهان رو میبخشم و اهمیت نمیدم. فاستغفرونی اغفر لکم، از من طلب مغفرت کنید تا شما رو ببخشم. نه از مردگان، نه از بزرگان، نه از شهیدان، نه از امامان، نه از پیران و پاتالان. یا عبادی، ای بندگان من، همه تون گرسنه هستید مگر اون چرا که من روزی بهتون بدم. از من روزی بخوای، نه اینکه برید از امام رضا روزی بخوای. امام رضا خودش روزی خور خدا بود و بقیه بزرگان. یا عبادی، ای بندگان من، شما نمیتونید به من توانایی ضرر رسوندن رو به من ندارید و همچنان که توانایی نفع رسوندن به من ندارید. ای بندگان من، اگر اولتان و آخرتان و جنتان و انستان در یک جا جمع بشن و قلب بدترین و فاجرترین فرد شما رو داشته باشن، از ملک من یه مثقال ذره هم کم نمیشه، از ولایت من، از مملکت من. اگر اولتان و آخرتان و جنتان و انستان در یک میدان جمع بشید و هرچی آرزو میکنید، هرچی سوال میکنید به شما بدم، از مملکت من چیزی کم نمیشه
مگر اینکه سوزنی را در یک اقیانوس فرو بذارید بیاریش بیرون، چه کم میشه؟ اینا برای مثاله. یا عبادی انما هی اعمالکم ترد الیکم، همانا اعمالتونه که بهتون باز میگرده. هر کسی خیری دید شکر خدا بکنه، شکر من خدا بکنه، نه یک شکر هپروتی به نام امام زمان بکنه. و من وجد غیر ذلك فلا یلومن الا نفسه، اگر چیزی غیر از این دید جز خودش را سرزنش نکند. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.